این که خیلی بلنده. خیال میکنی لنگش تو تهرون پیدا نمیشه. بچه گول میزنی؟ ببین داداش، من با خط حساب برده خودم نوشتم قط 43. قبول نداری؟ بیا. ببین روز راست، من به این کارا کاری ندارم. کتی که تن منه بلنده، تموم شده رفت. منم به این کارا کاری ندارم. کتی که تن شما خیلی هم عالیه، تموم شده رفت. این شونش که داره گلپریجون میخونه. اولندش اندازش خیلی هم خوبه، دومندش خیلی هم خوب و شیک و محکم دوخته شد. 10 سالم کار میکنه. ببین که محکم دوخته شد. بگیر بابا، مسخره بازی در آوردی با این لباس دوختنت. من الان میرم پیش اوستقی گردن شکسته که من آوردی اینجا، تو اونم ازش میگیرم. اینه ببین، لباس به این خوشبرشی پدر ناخوش میگه بده. تو هیکلت قناس جان من، نه کت من. همینطوری؟ سلام علیکم. سلام علیکم. استاد لباس معذره. بچه مهرسکی بیار ببینم. زود باش، دبه جمده گونده بک همش باید زغ نبود کنه. بالاخره نگفتی حاضره یا نه؟ بله، اینم دجمه هاشه. چی دو من سرگردین کردی هنوز دجمه هاشو ندخته؟ آخه برادر پارچه نبریده که نمیشه دجمه بهش تو. به حالا بهت میگم یه منشی چقدر کره داره. قربون چرا جوش میزنی؟ یه منشی 2 من آب توشه. کرش کجا بود پدر آمردیده؟ اگه تا پس برده لباسو حاضر نکنی من میدونم با تو. بیا. سلام علیکم. کیلو چنده با؟ چند کیلو بده؟ آخر اینا قیمتش چنده؟ قابلی نداره. ببینم بابا تو تعارف نکن. هر چی میخوای بده. آخه میخوام این اگرون پایین میری یا نه؟ خودمون کیلو 4 تومن پولش داد. خیلی گرونه با 2 کیلو بده. نوزد دیدی حواست پرد شو یه دفعه قش نکنی. ممکنه، آخه خیلی دوستش دارم. از دو طرقش شماره شیره بخوری ایشالله. قراره همین روزا بساطو جور کنیم، اما ننش میگه باید دیپلم بگیره. بعد برو با خدا پدرت بیامرزه. دیپلم کدومه؟ دختر باید شوهرداری و بچه داری بلد باشه. یه حرفا کدومه؟ نه علی جون، این روزا سواد لازمه. ببینم تو قرار بود دختر میز نصرت خیاط بگیری، چطور شد؟ دختر میز نصرت همین بود دیگه. نه بابا ماشاءالله چه بزرگ شده. اگه مهری نبود من شاگرد اول می شدم. مادر جون چرا نذاشتی من بیام جشن مدرسه رو تماشا کنم؟ آخه تو میخواستی با چادر بیایی، من خجالت میکشیدم. خدا به دور، دخترها این دور زمونه رو نگاه، مادرش هم قبول نداره. زینت جون بیا بشین اینجا. مهری جون بگو ببینم، راستی مهر فروشه رو دوست داری؟ آره به خدا اینقدر دوستش دارم. پسر ماهیه، اینقدر دستی دلبازه. راستی تو اون پسرش چیکار کردی؟ آخه اون نجاره. من دلم میخواد شوهرم اداری باشه، رئیس اداره بشه، پیش خدمت داشته باشه. زینت جون این حرفا چیه؟ آدم باز زن اون کسی بشه که دوستش داشته باشه. مادر جون نهار حاضر نشد؟ آخه من گرسنمه. یه دقیقه صبر کن تا بابات بیاد. بعد ملینا 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 مالیدم شلت تو اینجا رو بمان ملینا ملینا دقو کارتو بکن.
مالیدم صورت یالا زود با مالینو هشت چی کار داری میکنی؟ بتونه میکنم هنوز اصلاح تموم نشه پود میزنی؟ بابا تقصیر این شاگرد ماشورته تمام لباسا منو سفید کرد. آخه پسر نقلیون اینجا جای اوتو فود کردنه ببرش بیرون. بغل بدیم. تو داری چی کار میکنی؟ دارم صاف و سوپ میکنم. ببینم صورتون. خیاطیه نه چرخ سنباته. چی کار کنم آخه توی این دکون صاحب مرده که یه چرخ تیخ کنی پیدا نمیشه که. تیخ صابم با مشتریه؟ نه خیلی پای منه با این سیچه پول اصلاح. خفم کردی با این اصلاح. زود باش بخوام برم خونه نهار بخورم. بیپ بیپ او دست دادم باشم دست بدونم. بیا هشت کن از این اصلاح چی کرده. آره تو ببینی هست کردم. این دفعه 4 جای صورتم بریدم مرد حسابی. صورتت پر تپه ماهور و جوش و غرور جوونیه. پدر ناخوشی صورت من مثل سنگ مرمر یزد میمونه. عدت بمیدی بده من شونتو. شونه شو. پیشمندمو چرا پاره کردی؟ خدا پیشمند عمرتو پاره کنه. زق نکن حالا واسه چرخ میکنم. این نکن. ندر خیال چرا با نخ سیاه میدیدی؟ واسطی کدوم؟ انگار پولاشو پیش داده. بدش من داداش ما از خیر این کار گذشتیم. پول ریستراشی تو بده ما بریم پی کارمون. پول کجا بود؟ برو خط بکش. بازم خط آخه یه مرتبه پول بده ما بریم. من دیگه خطم خوب شده. مرگ تو ندارم. تو هنوز زن و بچه دار نشدی تا ببینی که من بیچاره چه میکشم. آدمی بودی که هی خط میکشی. خط برای میرزا نصرت میکشی. گفتمش جانا چرا خط میکشی؟ تو مدادی کاغذی یا خطی؟ گفت جانا من اگر خط میکشم از برای میرزا نصرت میکشم. بیا اینم پیش بنده. دست من درد نکنه. خداحافظ میرزا نصرت. خداحافظ. پسر همینجا به تمک نهار تو زغ نبود کن تا هم برم و برگردم. چشم. لباسای مردم نسوزونی ها. شما چطور؟ الحمدلله. یه چند تا از اون پرتقالا ببینی؟ ببینم. اوه یه دونه از اون درشتاش. من اون پنی انشالله عروسی مهری خانم. خداحافظ شما. به سلامت. خوش اومده. قربون تو مهری جو. قربون تو. خداحافظ.
آخه صاحب مرده، من حواسم پرته، تو حواست کجاست؟ ببیش دست را برو بریم. آخه این را سلام زینت جون. پیش مری جون بودی؟ بله پیش مری جون بودم. خداحافظ شما. موش بخوره در نامه تو. و فریده چه توپل بفر شده؟ آخه مادر آخه من گرسنمه. شاید بابام تا شب نیاد. هر جهنم دره که باشه الان پیداش میشه. چیه با سر صداتون بالاست؟ بیا اینم بابات. نگفتم الان میاد؟ آی صاحب برده باز زد بیرون. سلام بابا جون. سلام. چه دعوت شدم. باری کلا دخترم هوش و ذکاوتت به بابات رفته. حالا میفهمم که حلال زاده. وای خاک بگورم. مگه شک داشتی؟ مهری جان برو نهار حاضر کن بابات گوش نشه. من الان 1 ساعتی میگم گرسنمه اعتنا نمیکنه، اما تا بابام اومد میگه برو نهار حاضر کن بابات گوش نشه. شوهر اینقدر شیرینه؟ نه اتفاقا خیلی هم ترشه. زن نگو ترشه، اون وقت دختره دهنش آب بیافته. مهری رو فرستادم عقب نهار که 2 کلمه باهات حرف بزنم. چی میگی؟ لابد میخوای از آقا احمد میوه فروش حرف بزنی؟ به آره این بنده خدا الان 4 ماه آزگاره که منتظره. حالا باید چیکار کنم؟ هیچی، باید رو به راهش کرد که بیاد خواستگاری دختره. خب بیا. ما گفتیم نه یا؟ من آقا احمدم مثل تو و مری دوستش دارم. والا روزگار سخت ضعیفه. من سوزن 100 تا غاز میزنم روزی 7-8 تومن در میارم که اونم خرجش کم صاحب بردمون میشه. از کجا بیارم براش جهاز درست کنم؟ اگه آقا احمد مری رو دوستش داره بیجاز میگیرته. از قدیم گفتن دختر با چادر سیاه بره با کفن سفید بیاد. این بابای خدا بیامرز من ننه منو با یه چادر آورد با یه کفن بیرونش کرد. بی جهاز من همش یه دختر دارم و 1000 آرزو. اینم بی جهاز برزم نشور. آخه بابا جون منم دلم میخواد دخترم و سنگین و رنگین بفرستم خونه شوهر، اما کوپو. همین امروز یارو سلمونی اومد دکون ریش منو تراشید، عوض پول خط کشید رفت. از کجا بیارم دیگه نخون؟ حالا عوض این گریه کردم گوش کن ببین چی میگم. اون دلاله نبود که 2 هفته پیش اومده بود دکون منو بخره؟ قرار فردا دوباره بیاد. چطور دکونه رو بفروشیم جهاز دختره رو درست کنیم؟ اون وقت کجا کار میکنی؟ چجوری نون پیدا میکنی؟ تو که با این سنت نمیتونی بری شاگردی کنی. قصه نخور، خدا بزرگه. دلاله هر وقت میاد پیش من میگه اگه دکونه تو بفروشی یه نونی تو دومنت میذارم که تمومی نداشته باشه. از کجا که دروغ نگه؟ مرتضی خوشخدم 20 سال با ما رفیقه. چی رو دروغ نگه؟ اگه اینطوری زودتر بفروش که جهاز دختره رو درست کنیم. آره اول باید این کار کرد که عروسی سر بگیره آقا احمده از دستمون نره. سلام عرض می‌کنم دوستان. سلام علیکم. مرتضی خوشخدم. به چه عجب. حال و احوالت چطوره؟ به مرحمتت بد نیستم. نفسی میکشی؟ چی کارا میکنی؟ زنده این شغل میپلکی. خب بفرما پیش اونجا ببینم. کمر. تو هم گم نشه در آوردی با این 4 پایه. 100 دفعه گفتم این دکونه بفروش خودتو راحت کن. والا مرتضی رفتم حساب کردم دیدم صرف نمیکنه. جان من پس اون روز برای تو 2 ساعت یاسین خوندم. حالا یه دفعه دیگه برام تعریف کن ببینم چه بلایی بخوای به سرم بیاری. من که 100 دفعه بهت گفتم این دکون صاحب مرده رو بفروش برو تو معاملات زمین. الان مشتریش هم تو محضر نشسته. بلند شو بریم معامله رو تموم کنی. فکر نکن جانم، تصمیم بگیر. یهو دیدی دکون آتیش گرفت دماغ سوخت.
میدونی چی مرتضی؟ مثل اینکه بخت از من برگشته، از دست اون مشتریام و این چارپایه و این ورپریده ماسوره دیگه خسته شده. یالا بلنشه بریم بریم معذر کلکشو بکن. حالا یواش یواش داری میفهم. پسر برو بیرون تو آفتاب دم در بتمک تا ما بریم و برگردیم. چش 2 تا کد دارم اتو بزنم و وقت میرم. همین جوری اتو بزنی؟ نه همین جوری. آک بر سره. نه نه آقا، من 1000 تا کار دارم. به جون شما این خیاطه منو به سطوح آورده. همه مستاجرها یک طرف، این خیاط بد معامله یک طرف. فکر میکنم این دفعه برای معامله حاضر بشه، چون این مرتضی دلال خیلی به کارش وارده. شما که خیلی نشستین، چند دقیقه دیگه هم صبر بفرمایید. هر جور شده باید معامله کنی، والا بیخ ریشت میمونه و کلا سرت میشه. سلام آقا مرتضی، حال شما چطوره؟ بفرمایید خواهش میکنم. سلام علیکم. سلام علیکم، بفرمایید. آقا مرتضی من خیلی کار دارم، اگه حاضرین بفرمایید. این 5000 تومان. 5000 تومان؟ خب محض خاطر شما اینم 10 تا. 10000 تومان؟ لا اله الا الله. 15 تا خوبه، اینم 15 تا. 15000 تومان؟ به جون خودت از 20 تا 1 قرون بیشتر نمیدم. میخوای بخوا، میخوای نخوا. 20000 تومان؟ زنده مبارک مبارک.
مگه قرار نشد وقتی دکون فروختی برای مهری جهاز بخری؟ قرار بود، ولی حالا میخوام برم پیش آقا مرتضی دلال زمین واسه معامله بکنه، جهاز باشه یه روز دیگه. پس 2-3 هزار تومن بده پیش من باشه، فردا یا پس فردا بریم بازار. زمین جاش پیش خود من محکم‌تره. آخه اگه سراغ دلاله بری دیگه پولی برات باقی نمیذاره. نه خاطر جمع باشه. من 2-3 هزار تومن از این پولا رو میذارم این جیبم، به دلاله میگم دیگه پول ندارم. چه میدونم اگه دیر به جنبه احمد آقا دستمون میره. زودتر یه فکری بکن. نه راحت باش، نمیذارم احمد آقا دستمون بره. وایسا در جیبات بدوزم تا پولات عیب نکنه. نه ترس عیب نمیکنه. من رفتم، خداحافظ. شب زودتر بیایی یا دلواپس میشم. ای ور پریده، چرا تا دیشب که پول نداشتم دلواپس نمیشدی؟ ای شیطون بلا. خداحافظ. خداحافظ. بکش بریم. بیا علی جون یه چای بخور تا برگرد. ببینم داداش تو که گفتی این زمینا قواره دوم میدون 24 اسفند، ما از کارانسر سنگی هم که گذشتیم. هنوز قواره اول تموم نشده. آخه قواره های حالا پر خیر و برکته. مثلا یه قواره زمین تا 24 فرسخ محل داره. وای داداش من شلوار بزنم برای دم پاش. خیلی خوب، منم موافقم. حیف این شلوار دم پاش بره. آخه بالاخره وقتو تلف نکن. واسه این زمینا مشتری پیدا شده. هر جاش بخری نونش خاشخاشیه و آبش تصفیه شده. خلق تنگ نشه. خلقم تنگ نمیشه داشت، نفسم تنگ میشه. عیب نداره. خودت که ناسلامتی دوست 20 ساله منی، کجا رو بخرم که این نون آب حسابی داشته باشه؟ از من میپرسی این زمینای مفتاباد از همه مرغوب تره. تاکسی و واکسی، تیمارستان و بیمارستان، گلاب دره و پل تجریش همه چی داره. من میبینم. آقا میدید. من نمیفهمم، مگه من بوز کویی هم که تو منو برداشتی آوردی تو این بیابونه بی آب و علف؟ پس راست میگن این امیر ارسلان رومی بدبخت مادر مردم همین جاها بود که 7 شبانه 7 روز ریشه گلن میخورد؟ نه جان من، اینجا آب داره، برق داره. زمینایی که حالا با دوربین دیدی همش آب سر خوده. پس چرا آبش پیدا نیست؟ 2 رقم آب داره، یکی آب بارون یکی آب برق. کجا بودی آقا؟ راه دور بود نتونستیم برسیم. سند آوردیم؟ بله آوردم. زحمت دیدیم. تنظیم مثلا از قرار متری 10 تومن. همون سندی که دیروز صحبتش بود. بله. به نام شماست دیگه؟ بله. اسم مشخصات آقا رو ثبت کنید. پول از خدمتتون. بله. مرحمت کنید. شما فردا بفرمایید سند امضا کنید. بس با اجازه تو. خداحافظ. مرحمتتون زیاد. لطفاً کم نشه. یا الله، حال شما خوبه؟ از اوضاع راضی هستین؟ چطوره؟ قربان شما هستید. قربان شما. حال شما خوبه؟ مرسی. بد نیست. خوبه. سلامت باشید. عجب معامله خوبی شد. اگه زمین خوبیه برای ما درستش کن. به جون تو زمین نیست، جواهره. چند میگه؟ والا اگه 25 تومن بده مفته. میارزه؟ چی میگی؟ مثل 50 تومن میارزه. شوخی نیست. برای من درستش کن دیگه. ببینم چی میشه. حقیقتاً پیش منه. برو بابا. ببینم اجازه میدی متر 25 تومن تمامش کنم؟ ها؟ چی؟ متر 25 تومن؟ متر 25 آره. جون من. جون تو. برو برقی معاملش خط کن بدو. الان آقا لطفا دست نگهداری. داده که دست یادم. درست شد. 2000 متر 25 تومن. بفهمی چه بنویس. برسم. آره. دستور رو همون سند به نام آقای حشمت الله خان ثبت کنه. معامله دیگه است؟ بله. مبارکه، خیرشو ببینید. زمینای آباد خوبیه. بفهمید این چکاتو. دست شما درد نکنه. خیلی ممنون. بریم. به سلامت. یه دقیقه اینجا صبر کن تا من بیام. لطفاً زمین نفش شارجه خودتون هم حاضر کنین تا من فردا بیام. بریم بابا. میزون سجود گوش بده ببین چی میگم. چیکاتو بده تا یه قواره زمین 6 نفش دم مجسمه برات درست کنم.
کدوم مجسمه؟ مجسمه بیابون شهر؟ نه بابا جون، حواست کجاست؟ مجسمه 24 اسفند رو میگم. بده ببینم. بالاخره این آقا مرتضی خوش قدم منو بدبخت و بیچارم میکنه. بزنم این چیکار خدمت شما باشه تا الان بیارمش امضا کنه. بسیار. اینم مال معامله قبلی. دست شما درد نکنه. خدا برکت بده. اگه خدا بخواد مثل اینکه اوضاع داره رو به راه میشه. ان شاءالله. الان آمیز نصرت چرا محشد میکنی؟ بلند شو. میلیونر شدی. چی؟ بلند شو. میلیونر شدی. چیزیگر شده میلیونر؟ انگوش. آها آقا میخواد سند انگوش بزنه. بزن. دیگه کجا بزن؟ بیا اینجا آقا. شما که سواد داری چرا انگوش میزنی؟ کار از ما کمکاری ابنه میکنه قربون. اول اینجا. آها. خیلی ممنون. سند شما. اینم انعام شما. دست شما در نکنه. برسون. سلامت. اما آقا مرتضی جور تو معامله‌ای نشد. ببینم اگه مشتری پیدا شد بیارمش برات. اون همی که اشکال نداره ما هستیم. خب من رفتم اگه یک دو روز پیدام نشد دلواپس نشی یا نه دلواپس نمیشم اما زودتر بیا خونه چون پول جهاز دخترم و همه رو دادم بالای زمین. الان کار عروسیش لنگه ها. چشم نه زودتر میام. خاطر جمع باش. خداحافظ شما. برو به امان خدا. بفرمه دهنتونی شیرین کنی. دست شما درد نکنه. قابل نداره. صاحبش قابل. والا این روزا خیلی گیجه. هیچ نمیشه باش حرف بزنه. آخه علتش چیه؟ چی بگم آقا؟ دکونشو فروخته، رفته پولشو زمین خریده. حالا توش مونده. پس تکلیف من چیه؟ چی کار باز بکنم؟ اگه از من میپرسی باید یکی 2 هفته صبر کنی تا پدر مهری زمینشو بفروشه خیالش راحت بشه و بتونه با 2 کلمه حرف بزنه. آمیزا سلام علیکم. سلام علیکم آقا احمد آقا. به حالت چطوره؟ ای به مرحمتتون بد نیستیم آمیزا. کجا بودی؟ مهری کجا؟ رفت غذا درست کنه. بفرما پیش همه چرا سرما وایسادی؟ یا الله بفرمایید. خب چطور این طرفا یادی از ما کردی آقا احمد آقا؟ از میدون چند تا جعبه میوه برام آورده بودن. یه خودش آوردم برای آمیزا و بچه‌ها. آها این میوه ها رو آوردی که سر گوش آب بدی ببینی کی با بیای خواستگاری ها؟ ای نه والا. چرا این حرفا رو جلو روش میگی؟ بچه‌م خجالت میکشه. تکلیفش روشن کن دیگه. آره تو بمیری خیلی خجالتیه. آخه یه قولی بهش بده این که نباید تا قیامت انتظار بکشه. بر بیاره اینشالله همین روزه دیگه خیالم راحت بشه. بالاخره آقا احمد آقا تو فکرشم نکن. مهری مال توه. سلام مهری جون حالت چطوره؟ مرسی. با پدرم صحبت کردی؟ شیطون تو که گوش میدادی. آره صحبت کردم قرار شد 1-2 هفته دیگه مادرم بفرستم خواستگاری. خیلی خوشحالم. منم همینطور. خب مهری جون خداحافظ. اون سند ما حاضره؟ بله بفرمایید. اما تزامو انگشتونو بیار. چشم. این بس اینجا انگشت بزنم.
5000. بله برو معامله 5000 به. بسیار خوب. خوبه. معاملهش خوبه. چقدر شد؟ اشکال نداره. مبارک خدا قربان کنه. خدا رحمت کنه. سلام. حالا انت شو الو؟ بله خودمم. 500 بدون که معامله شد. گوشی باشه خدمتو. چی گفتی؟ 4 نفت؟ ندارم. بخر. آره خریدارم. گوشی باشه خدمتو. الو؟ 5000 متر 5 نفت دارم. برام بفروش. بله همون متر 400 تومن. بله گوشی باشه خدمتو. بله 2000 متر که 6 نبشش بلواره. نه کمتر از 700 تومن جون شما صرف نمی کنه. گوشی باشه خدمتو. مطمئن باشید سایتون کم نشه. چشم برون شما. چی بود؟ خیلی قرقمیش میومدی مرتا. میز نصرت خیاطه. نمیدونی چه بساطی به هم زده. دست به خاک بزنه طلا میشه. همون خیاط نزدیک دکون سابقه؟ آره ما از دولتی سرمون صاحب این دکون و زندگی شدیم. میشه ما به یه نونی برسی؟ وقتش خبرت میکنه. ما رو فراموش نکنی ها. نه بابا تو که جا خود داری. بریم. خب آقا احمد بگو اینم از نامزده چه خبر؟ کی میخوای عروسی کنی ها؟ والا رفتم منزلشون هم تهش گفتم میرزا پولدار شده و رفته طرفای تخت جمشید خونه گرفته. پس نامزده چطور میشه؟ هیچی. دفعه آخر که رفتم منزلشون میرزا قول داد تا هفته دیگه دخترشو بده به من. حالا دیروز که رفتم دیدم اصلا هیچ خبری ازشون نیست. ولی بالاخره ارطور شده پیداشون میکنم چون من مری رو خیلی دوست دارم. آره حسین جان. عشقش داره منو دیوونه میکنه. بالاخره پیداش میکنم. الو؟ نوشی جان تویی؟ آره منم نازی جان. میخواستم بهت بگم که امشب من خونه نمیام. کار دارم. شب بیا. آخه دل واپس میشم. آخه جوری امشب بخواب برم 24 فرسخی خارج شهر یه تیکه زمین دونبشه. گفتی دونبشه؟ آره جونم دونبشه. ممکنه که دیر بیا یا اینکه اصلا نیا. گوشی دستت باشه نازی جان. اوستا آوردم. چند تا کلاس؟ 10 تا کلاس. هر روز یک سو سرمون میزدیم. اینم مال خودمه. مثل غربیل میمونه. آره دل با فتح باش. خداحافظ جونی. خداحافظ نوسی. هوا چقدر گرمه. آدم نمیتونه انگشتر دستش کنه. ماشاءالله چه انگشتر خوشگلی خانم. باید قیمتش هم خیلی زیاد باشه. 5000 تومن خریدم. بلیریانتینه. خانم کار شما تموم شدی. مهری خانم نمیان مانیکور کنم. چرا؟ الان میگم بیا. زری. بله خانم با من کار داشتی؟ برو به ممی بگو اگه میخواد بیاد. من کارم تموم شده. بگو بیاد ناخوناشو درست کنه. میکنی زودتر تشریف بیاد کنی. منتظرتون. خیلی خوب میرم. تو این کاغذ رو بر بنداز پشت. زود باش برو. راجب ستون
عباس؟ آره سفارشی بکنی یا چطور نداره اومدم دیگه. اینم رسم روزگاره. خونتون عوض میکنیم به ما خبر نمیدین؟ ترسیدین نتونم واسهتون چه شوشنی بیارن؟ نشد. آخه میدونیم پاپا ما رو آورد اینجا. لابد اینجا یه اتاق کرایه کردیم. نه اما باید خیلی گرون باشه ها. نه اینجا رو پاپا خریده. کی خریده؟ پاپا. پاپا کیه؟ بابامو میگم دیگه. پس چرا اسمشو عوضی گفتی؟ حالا میگم پاپا. آها ببینم گفتی اینجا رو پاپات خریده؟ آره پاپا خریده. خب مثل این که ما دیگه باید مرخص بشیم. نه حالا بفرمایید تماشا. دست شما درد نکنید دیگه زحمت نمیده. شما دیگه پاپا رو ندیدی؟ لابد دیگه پاپاتونم ما رو نمیشناسه. تقصیر تو نیست. تقصیر پول لاکرداره که جلو چش همه رو میگیره. خب خدا نگهدار. دنبال یه معامله تازه میگشتم. نمیدونی چه خوب شد. راستی بالاخره نتونستی مستاجر رو آپارتمان رو بلندش کنی؟ والا این روزا نمیشه به این آسونی مستاجر بروشم. مخصوصا یکی از اوناشه. اگه بهش حرف بزنید با لنگ کفش مغز آدم داغون میکنه. اگه یه رنگ روبرو شدی میشناسی. چی؟ لنگ کفش؟ معلوم میشه مرتضی تو من هنوز خوب نشناختی. حالا فردا خودم میرم ببین چه ریختی بلندش میکنم. بیا بعد اجاره خونه رو نمیده. هر کسی باشه جلو پوش که الان میریزم بیرون خونه رو رو سرش خراب میکنم. به خیال رسیده؟ سلام بفرمایید تو. منو میشناسی؟ یه کشتی تعارفتی که پاره میکنی؟ اختیار دارین. شما صاحبخونه جدید من هستین. چطور نمیشناسمتون؟ عمله ها رو برای چی آوردی اینجا؟ منم همینو میگم. واسه چی آوردیم اینا رو اینجا؟ عجیبه مثل که این لعبت رو تو خوابم دیدم. آخه خدا رو خوشش میاد سقف این خونه رو خراب کنم مادمازل به این خوشگلی آواره بشه. جانه منم همینو میگم. واسه چی سقف رو خراب کنی؟ بفرمایید تو یه لیوان شربت میل کنی. چشم. خب من دیگه مزاحم نمیشم. مرخصی. چه مزاحمتی؟ هستم خدمتتون.
نه به مرگ تایی راضی به زحمت تو باشم. برو بیکاره. بیاین شما موزتون رو بگیرین زحمت کم بدین من بهشون میدم. خداحافظ. خدا نگهدار. بریم جونه. میگی بابا این مال تو به اونه دیگه هم بده. برو بابا. یالا. بفرمایید. چشم. آخه بفرمایید. به عجب سالن قشنگیه. اجازه بدید؟ نه نمیخواد در بریم. بفرمایید. آخه بده. خواهش میکنم. چشم. آخه ای وای. این یه گیلاس شربت بهلیمو رو میل بفرمایید تا خستگیتون برطرف بشه. چه تلخه این، از اون نجسی ها نباشه ها. من تا حالا از اون زهر ماری ها نخوردم. نه جونی. پس یکی دیگه پر کن ببینه. خب بفرمایید، بازم براتون میریزم. تلخکی نباشه ها. اختیار داریم. این شربت بهلیمو مال خود اصفهانه. به چه خوبه. مثل اینکه دارم یه جورایی میشه. اما اصفهان از این بهلیموها نداره مامانی. چرا داره؟ مال اون وره اصفهانه. من خیال کردم مال این وره اصفهانه. ببینم شما حکم تخلیه خونه رو بر من فرستاده بودین که خونه رو خالی کنن. من غلط کردم. کی همچی حرفی زده؟ پس این اختیار کدوم احمقی بر من فرستاده بود؟ اون احمق دیگه از این غلط ها نمی کنه. خاطر جمع باشه. ببین کجا رو؟ از من خوشت میاد. تو مثل یه قواره زمین شیش نبشی. کیه که از تو بدش بیاد قربونت برن؟ منو با زمین مقایسه میکنی؟ آخه تو خیلی خوشگلی شیطون بلا. تو که زن داری، من نمیخوای چیکار کنی؟ آخه اون زنی که من دارم نمیگه زن بهش گفت. اون مثل کت پشت رو شده است. قیافش 12 داره نمیخواد تا یه دون. پس حاضری منو بگیری؟ مگه من سگم که تو رو بگیرم؟ یعنی میگم زن و شوهر بشین. من از خدا میخوام اصل طلا. من الان بیونه میدم، تو هم قلومشو بینیمی. آخه خرج من خیلی زیاده جونی. از احتش برمیاد. مای 20,000 تومن بیشتر. ببخشید میز نصرت تشریف دارن؟ بله. بگید موسیقی ماتادور معلم رقص. چند تا دور ماتادور. بفرمایید. چچا سلام خیکی جان. سلام. به عجب شمدونی درشتیه. امروز روز 4 درس. من امیدوار شما خیلی خوب یاد گرفت. بله. حالا امروز من به شما تانگو یاد داد. تانگوی رقص خیلی احساساتی. شما باید خیلی سانتیمانتال رقصید. حالا شروع میکنیم. ببینید اینجور 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 خب خفیف خیلی خوب. حالا حالا شروع میکنیم به وال. وال. وایسا اول من شلوارم بکشم بالا. بکش بالا. یالا. خیلی خوب. حالا شما دور بزن.
پول من. آها نوک پنجه به دست وای موسیون با تا تو رو بر اون دومت لعنت با این رقصه. این رقص مال چی بود؟ اصلا میدونی چه دادا این رقصا به درد من نمیخوره. از جلسه بعد همون رقصای وطنی خودمون میکنیم. اوکی. کجا میری؟ میرم پیش میز استاد. نمیشه مگه اینجا طویل است که هرکی میاد سرشو بندازی یه راست بره تو تازه اومد اینجا؟ نه خیر 6 ساعت استخدام شدم. حتما من نمیشناسی. من از دوستان جونجونی میز استاد. برو بزن جا چاقام میکنی که من رشک بدم بره تو اینو. چی گفتی؟ برکم چا؟ مانی پول میخوای؟ بیا 1000 تومن مقصی. آره میزنم آشو لاشت میکنم میتونی بزن مرزی بزن بزن میزنم بزن دیگه میزنم میتونی بزن مقه بیشور این دلدن منو کش کلا گردن باقا کنر ماسوره چیه که از مریاد رو انداختی؟ قبول این کیه باشتی در بستیم؟ آمرتزا رو نمیشناسی؟ خیلی بی تربیتی. آره شو داخل شو. سلامت کردم. سلام علیکم. خب بگو ببینم راجع به اون موضوع چیکار کردی؟ یه قوار زمین سنبش پیدا کردم مثل مخمل میمونه. اینم نقشش. هم آب دارو هم برق. راجع به زمین بعداً سر فرصت صحبت بکنیم. بگو ببینم راجع به اون موضوع چیکار کردی؟ اون موضوع مستاجره میگی؟ الو؟ اوست نصرت خیاط. هیچی از فرنگستون تلفن میکنم 5000 متر زمین. خب بالاخره نگفتی اون موضوع چی شد؟ کدوم موضوع؟ چقدر منگی؟ موضوعی که دیروز با هم بودیم. آها موضوع خانومه رو میگی. خودت برو خونهش سر کیسه هم شل کن بقیه کارا درست میشه. آقا تو مرگ من راست میگی نه همین الان تلفن کن خونهش ببین هست یا نه. پس من الان تلفن میدم اگر شد میرم اونجا بقیه کارا بخورم. نسی جون تویی؟ نه امروز کار دارم نمیتونم بیام. چهار خواهرم میاد اینجا کار دارم. خیلی خوب فردا میام. دفتر تو بیام؟ باشه یه روز دیگه میام. بای جوری. عزیزا برو معامله‌اش کن. بدون بیونه که نمیشه. این 2000 تومان. 5 کمتر نمیشه. اینم 5000 تومان. اونم بده واسه بچه‌ها. اینم مال خوده. تو گفتی کجا میری؟ گفتم میرم دنبال یه معامله چرب و چیلی. برو به سلامت. پسر ماسور مواظب باش. چش قربان بیا. ماسور جون چقدر پول داری؟ 5000 تومان. خوبه ورقا رو بیا. بیا این ورقا. ببینم این ورقا مدل 61 چطور مگه؟ برای اینکه خیلی توش آسته. یه دسته چک تجویز شده اینم یه دسته اسکناس. تو جون بخواه. تو چه خوبی. تو هم چه خوبی. دلم خیلی ویلی داره میره جانم. نشمار جوام نشمار همش مال خودته. این اسکناسه همش مال توه دیگه. اسب پیشکشی رو دندونش نمیشمارم. نسی جون امروز اون رسون بیده رو باید برام بخری ها. تفورو جینگولی مینگولی الهی همین نصرت و درسته داغونه باشه.
دختری هستم 17 ساله، دارای مشخصات زیر می باشم: زلفها بریژیت باردویی، ابروها جینا لولویی، سینه ها انیتا اکبرتی، باسن ایون سانسونی، کمر جین راسلی، ساق پا لبهای قشنگ سیلوانا منگونه‌ای. حاضرم با جوونی ازدواج بکنم که موهاش مثل جیمز دین. جیمز دین قدش عین گریگوری پک، ابروهاش مثل والتر کیاری، سینه های پهنش رابرت میچم، قدرت شمشیربازیش مثل همفری بوگارت. ایوا جمشید چی کار میکنی؟ هیچی، داشتم اخبار جنگو میخوندم ببینم من میتونم تو جنگ شرکت بکنم یا نه. میخوای بری جنگ؟ از بس که بی پول و بدبخت شدم از دست تو میخوام برم سربازی. نگاه کن ببینم مثل که خیلی پول مولدار شدی. سویچ مال چیه؟ مال اتومبیلمه. اتومبیل؟ من دیروز از تو 2000 تومان پول میخواستم، تو گفتی ندارم. حالا از کجا آوردی؟ راستی که شما زنا رو نمیشه شناخت. میگی بهت دروغ گفتم؟ نمیدونم والا، از تو باید پرسید. اگه از من میپرسی دیروز نداشتم، اما از امروز بعد هر چی بخوای دارم. لابد حالو مالوی به طور زدی. خواب اشکالی نداره. حالا سویچی میدی من برم یه دوری بزنم و بیام؟ بازم با من اینجوری حرف زدی جیمی جون؟ تو نمیدونی چقدر دوست دارم. هر چی دارم مال توه، بگیر. اما کسی رو سوار نکنی ها، اگه بفهمم از قصه دق میکنم. عزیزم این حرفا چی میزنی؟ به خدا بهتر از تو زنی وجود نداره. منم میام. نه عزیزم، تو استراحت بکن، من الان برمیگردم. راستی جیمی جون، از امروز بعد هر وقت میای خونه کلید که داری یه راست برو تو اون اتاق، چون عمو پول دارم از فرنگ اومده، ممکن تو رو ببینه خیلی بد میشه. نه قربونت برم، خیالت راحت باش، من بچه‌ام. قراره فردا بیاد اینجا، قبول خونه اینجا رو برامون بیاره. ما دیگه پول دار شدیم. تو کجاست؟ گذاشتم جلوی در منزل، اما زود بیای. الان برمیگردم. برم خیلی قشنگه. میخواستم ببینم میمی خانم تشریف دارن؟ راجع به ستون قلب‌ها؟ بله بفرمایید خواهش. اوه نیمی جان برو تو سالن، مثل که خواستگار پنجمیه. سلام خانم. سلام میخوام. فرمایشی بود؟ میخواستم ببینم میمی خانم تشریف دارن؟ مربوط به اعلان مجله؟ بله. بفرمایید تو. چه اتاقی؟ نه توی این 1-2 ساعتی 15 نفر اومده، اما میمی جون هیچ کدومو نپسندیده. پس اجازه میفرمایید؟ خواهش میکنم. خانم این یکی خیلی خوب بود، خدا کنه یکی رو قبول کنم. میمی خانم ماشاءالله خیلی مشکل پسندن. اگه من بودم همون اولی رو قبول کرده بودم. از بس آتیشتون. آی گله تا کجایی؟ فیلای جرس خوبی. چرا؟ هیچ کاری ازم ساخته نیست. هیچ کاری ازم ساخته نیست؟ پس بری کار کجاست؟ باز میگه گل نسا خدایا مردم از دستی شوهر دموده. خیلی باد ببخشید روزبه خانم. میمی خانم کجاست؟ تو این اتاق هم؟ یواش حرف بزن. میمی مهمون داره. مهمون داره؟ برم ببینم چیه مهمونش؟ کجا؟ قلبا دارن به هم نزدیک میشن. بذار برم ببینم چه خبره تو این اتاق. آخه یه آقایی داره با میمی خانم حرف میزنه. مد نیست که ما بریم تو. خفه شو، این بزبجم حالا دیگه مدی شده. خاک که به اندازه کلفت خونت هم مدسرد نمیشه. یه آدم نرخر نامحرم تو اتاق با دخترم بیشینه و حرف بزنه بوده، اما من که پدرش هستم برم تو بودی. نه خدا مرگم بده، تو هنوز نمیدونی دخترای امروزی چطوری شوهر میکنن؟
سلام پاپی جون. پاپی دیگه چیه؟ مگه من سگم؟ مامی جون بفرمایین صحبت کنین. این دیگه قبول شد. چی؟ قبول شده؟ مگه به پاپی نگفتی که من برای شوهر کردنم به مجله آگهی دادم؟ نه پدر راهوش اصلا چیزی به من نگفته و الا منم اینقدرها بیمود نیستم. زودتر بریم تو. راست میگه، بریم تو مد نیست. سلام عرض سلام. این شونه های کت چقدر خرابه. کدوم احمقی واسه دوخته؟ این شونه ها مود استرالیا؟ عجب. خب بفرمایید. حالا نوبت شما با خانومی که موافقت بفرمایید. شما که قلباتون به هم نزدیک شده، حالا دیگه من و خانوم چه موافقت بکنید چه نکنید علفسویه. تشکر میکنم. پس من به پاپا جان تلگراف میزنم که حتما تا 1-2 ماه دیگه هر طوری شده بیان اینجا. پاپا جان کسا؟ فرنگان. پس شما میخواین مهری رو ببخشید میمی رو نامزد کنید تا پاپا جان بیان؟ اگر موافقت بفرمایید. چی میگی ناز جان؟ وقتی میمی جون موافقت کرد دیگه من و تو چی داریم بگیم؟ پس چرا ما رو آوردن اینجا؟ نه پاپی جون، شما باید موافقت کنید تا ما نامزد شیم. راستش من جمشید خان خیلی پسندیدم. دختر خیلی خجالتی ها، به ننش رفته. تو برو هر چی زودتر تلگراف بزن. پس بالاخره با من موافقت فرمودید. میدیدید پس اومدن من به این خونه اشکالی نداره. بفرمایید، خونه خودتونه. خیلی معذرت میخوام که امروز یه خورده مثل غریبا باهاتون تعارف کردم ها. خب تقصیر ندارم، وارد مد نیستم. خداحافظ شما. خداحافظ. پاشو تا دم در باش برو مد. خیلی خب باشه میام. آره خدا. آقا مستیزه جونم قربونت برم، یکی از این رو بس. خفه شو، حضوری نکن. تو همین قابل نیستی. از این گذشته من خانومو نمیشناسم. تشریف آوردن اینجا میخوام یه خونه بخرم. خونه چه بامزه. به چقدر لاغری. حواست کاملا جمع باشه. یارو گلوش پیشت گیر کرده. یادت نره ما همدیگه رو نمیشناسیم. مرتضی جونم دستم به دامنت. مواد جمشید از این موضوع نمیدونم جمشید از کجا میفهمه. تو کلک تو کارت نباشه، هر چی پیدا کردی ما هم نصف میکنی. خاطر جمع باشه. خیلی خوب. سلام علیکم. سلام مادموازل تامارا، تعظیم عرض میکنم. حال شما خوبه؟ قربان تو. پسر چرا پنکه رو روشن نکردی؟ آخه هوا سرده. خب تو امروز برو، جمعه از تعطیله. آقا امروز جمعه نیست، چهارشنبه. پسر من میگم جمعه است یعنی جمعه است. مگه نبینی خانم تشریف آوردن اینجا؟ پس بدون که جمعه است. برو گم شو. خیلی خوب. مرتضی. بله قربون. بفرمایید. بیا این چه کار بگیر. راست کنید. جونه این 10,000 تومان چکو بگی مال خوده. خیلی ممنون. این 20,000 تومانم بده به آمیز تقی بابت قسط آخر زمینای مفتاباد. چشم.
این 100,000 تومانم میدی بابت سفته ها. یه سری هم به دفترخانه بزن ببین سندا حاضره یا نه. شبم میای حجره کیتکار، یه معامله تازه‌ایه، شاید جورش کنی. خیالتون راحت باشه، درستش میکنم. بیا تامی جون، این پیش تو باشی. تامی جون اگه بدونی چقدر گرفتارم، به جون خودت هر روز از صبح تا شب کار میکنم و جون میکنم 40,000 تومان در میارم، اونم کفاف خرجمو نمیکنه. کار نکن، خدا نکرده ناخوش میشین. تامی جون تا حالا چند مرتبه بهم پیشنهاد کردن که یک بانک تأسیس کنم. آه چه خوب، اون وقت بانکدار میشی؟ نه تامی جون، هر چی فکر کردم دیدم برام صرف نمیکنه. با والده آقا مصطفی هم صحبت کردم. با کی؟ چی؟ والده آقا مصطفی کیه؟ الو؟ 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 سلام. دیر کردم؟ چه کنم گرفتارم. نه خیال نمی کنم شام بیام. الان یه معامله زمین دارم. جمشید؟ خیلی خوب، شما با جمشید برین یه گشتی بزنین، منم شام دیر میام. خداحافظ. کی بود؟ والده مصطفی کیه؟ نه میگم این صفحه یا مصطفی. ببین الان واسط میذارم گوش کن. این صفحه یا مصطفی رو امروز از فرنگ دارم فرستادم. نمیدونی چه صفحه قشنگیه. گوش کن. آها حالا بیا با هم برقصیم. السرحان يفتح ميرا عجمي ولف على الجيران وما يجي كيفو كيفو يشتغل على كيفو كيفو وما يجي كيفو كيفو يشتغل على كيفو كيفو يا مصطفى يا مصطفى أنا بحبك يا مصطفى تبعتني في العشاء توديني ناشي ماشي ببخشید اجازه که برام برگردم. ببخشید معذرت. ای دادی بیداد. ای وای چرا تو حموم اومدم. جریان خیلی مفصله، بعدا برای تعریف میکنم. فردا صبح بیا بونگا کارت دارم. خب خانم خداحافظ شما. چطور دیدی ندید؟ بسیار. خیلی معذرت میخوام که دیر کردم.
میرسیم مبابه که با هم بریم گردش، اما به شرط اینکه تنها بیایی. نه مامانم باید بیاد. بریزم براتون؟ بریز. به سلامتی. سلامتی. ماری جون سلام. خوبی جونی؟ سلام. آره مرسی خوبم. میدونی من دیشب خیلی کار کردم خستم. بریم بیرون یه خود هوا بخوریم. حقیقتا کیف کردم. میری جون هیچ نمیدونستم تو به این قشنگی آواز میکنی. حالا بیا بریم تو این کافه یه لیوان آب جو بخوریم یه خود خستگی در کنیم. اینجا تو کافه نیست، درش بسته است. آخه این کافه خصوصی های خوبی داره. فهمیدم اینجا کجاست. نه مرسی من نمیام. چرا چه عیبی داری میری جون؟ نه من نمیام. خواهش میکنم بریم منو ببریم منزل. روی پاپاچ بیاد وقتی که با هم عروسی کردیم
اون وقت هر جا که بخوای با هم میریم. میری جون تو چقدر بموده هستی؟ این حرفا چیه؟ امروز دیگه تمام حرفا قدیمی شده. بریم یه گیلاس آبجو بخوریم زود برمیگردیم. نه خواهش میکنم اصرار نکن. تو دیگه من دکوراژه کردی. برمیگردی. چه گفتی؟ شیرینه. سلام پاپی. جمشید خان. اوه سلام آقای جمشید خان. خب بیمی جون به ننت بگو زودتر حاضر بشه بیاد اینجا. با آشپزم دستور بده 2 تا مرغ و 2 تا بوغلمون برای شام حاضر کنه زود بیاره. تو بشین. آقای مرتضی خان خوشقدم. آقای مرتضی خوشقدم. خیلی خوش. تشکر میکنم. خب خریدار هستی؟ اون 5000 تومن بیونه‌ای که پریروز بهت دادن چطور شد؟ تلفنی که بهت گفتم یارو رفته اهواز قباله بیاره. یارو پولا رو هپروش نکنه ها. نه بابا آدم معتبریه درست مثل خود من. خیلی خب برو قولومش کن. 45000 تومن بیونه میخواد. من که الان پول نقد ندارم. چک بهش بده. چک قبول نمیکنه. تا صبح هم صلاح نیست صبر کنی. از چنگ اون میره. قربان اگه پول نقد بخواید من دارم. چقدر موجودی دارید؟ 45000 تومن چک تضمین شده دارم. 45000 تا؟ اگه بیشتر میخواید میرم منزل براتون میارم. نه خیر همون 45000 تا بسه. از صاحب شما چک میده. خواهش میکنم. بیا این پول. خیلی متشکرم. خداحافظ شما میز نصرت خان. خداحافظ. ببخشید. خداحافظ شما. خیلی متشکرم. ساعتتون چنده؟ 5:30. این ساعت هم بابا از فرنگ فرستاده؟ بله معمولا هر چیزی که در خرید سلیقه احمقانه به کار رفته باشه پاپا از فرنگ فرستاده. حق با توه. بابات باید خیلی احمق باشه که ساعت زنونه از فرنگ برای تو فرستاده. اختیار دارید قربان. شما جای پدر من هستید. سلام. نتیجه من حاضرم. ببین نامزدت کجاست بو بیاد بریم. میگم این اعلانی که تو روزنامه دادیم عجب دامادی گیرمون اومده. من الانه خواستم بیونه بدم برای یه معامله جدید پول نقد نداشتم. دست کرد تو جیبشو 45000 تومن پول در آورد. این باباش خیلی پول داره. میگه روش نمیشه که بگه بلا سرمون گیج میره. من ببینم راست میگی؟ جمشید تو زبون خارجی بلدی؟ سینیوریتا من چند وقت ایتالیا بودم اونجا خیلی خیلی قشنگه. خب بسته دیگه فرنگی حرف نزن. راستی بگو ببینم با پاپام چه معامله میخوای بکنی؟ آخه زمین خریدن و فروختن که کار نشد. پاپات باید وارد معاملات خارجی بشه با فرنگی ها سر کار داشته باشه. بریم. خب جمشید خان به رفیق فرنگی تلفن کردی چطور شد؟ والا خیلی باهاش صحبت کردم. قرار شد فردا بیاد دفتر شما. شاید بتونیم یه معامله خیلی بزرگی انجام بدیم. نوسی جان چه معامله میخوای انجام بدی؟ آخه روزنسا این معاملات زمین دیگه دلمو زده. میخوام تاجر بشم و با فرنگی ها معامله کنم. نوسی جان تو این کارا وارد نیستی. نکنی یه وقت ضرر کنی؟ نه جمشید خان با اون تاجر فرنگی رفیقه هوامو داره. اختیار دارید قربان. شما ماشاءالله خودتون خیلی باهوش هستید. فهمیدی روزنسا از شما رو تعریف میکنم. بله حقیقتا آقا باهوشم. مطمئنم که فردا با تاجر فرنگی معامله خیلی خوبی انجام بدن. چیه تامی جان؟ پول میخوای؟ کارم داری؟ خیلی خوب الان میام منزل. سلام مسیو میز نصرت پدر نامزد من. نامزد چی؟ فیانسه. وی فیانسه. آقای
موسیو بی فاروبیلو چی فاروبیلو الکساندر دومان. آبه وایسا ترمز که من یادداشت کنم. آقای موسیو بی فاروبیلو چی فاروبیلو الکساندر دومان دو لمیسیو. این آدرس کجاست؟ این اسم کوچیکشونه. بعداً فامیلیشون رو خدمتتون معرفی میکنم. این بیل و کلنگ اسم کوچیکی؟ بله. سلام عرض کردم. خیلی خوشحال. پردون. عجیبه. ازش بپرس کدوم خیاط بی سلیقه این کت واسش میگن کت شما خیلی شیک. کجا دوخت؟ من کت دوخته نیست، من کت دوخته وقت میکنی. خودش کت دوخته وارد میکنه. این چرا اینقدر لغ میزنه؟ من ازش خواهش میکنم نزنه. خیلی خوب بفرمایید. خواهش میکنم بفرمایید. میز نصرت. بله. این از اون پولدارای فرانسه است. پاپا فرستاده از نجیب زادگانه. نه از بیافش معلومه. بله. میز نصرت خان، همونطور که قبلا خدمتتون عرض کردم ایشون تا 2 روز دیگه بیشتر در ایران نیستن. اگر مایل هستید جنستون سفارش داده بشه تقاضا میکنم که به اونه رو بهشون لطف بفرمایید. موسیو چی فارابیلو بی فارابیلو سیماریو فیباریو نماینده معظم کارخانه هاتسامنت. من 400,000 تومان بیشتر به یونه نمیتونم بدم. چی؟ من نفهمید. موسیو نسخت چی گفت؟ جمشید بفرمایید. این نمیفهمه. بیا این چه که 400,000 تومان پیشت باشه، اگر حاضر به معامله شد بهش بده. به من از منزل تلفن کردن کار دارم. خاطرتون جمع باشه. شما بفرمایید. مسیو کم سم میغ تومان. مسیو په چی میگه؟ میگن کمی. دیگه بهشون غلط زیادی نکنه. میگن بعداً من جبران میکنم. خدا حافظ. عباس جون پدرزن به این حالویی دیده بودی؟ اینم پول قمار امشبمون. ما که نفلت شدیم مردی تو قیافه. سپوت کامه چقدره؟ 2000 تومان اعلان. اعلان تو روزنامه پول رسا. اینم پول. چقدره؟ ببین چقدره. همش؟ بله همش. تامی سیگار 2 تا کارت بده. حرف بزن. 2 کارت. پول 6 بود. خلاص 10 بود. رست. ندیدم. وای قلبم دوش از کار میفتد. بفرمون. مرزا نمیدونه با کی طرفه که. تامی جان مشروب. جوجه رو آخر پاییز میشمارم. بالاخره چیک جیب خودمه. یه امشب یک پولی ازتون ببرم که برای ابد قمار بذارید کنار. تامی یه دستخوش خوبی امشب افتادی. بگیر چی میشه. مرسی. گوش کردی؟ امشب باتون ببرم که برای قمار بذارید کنار. تامی یه دستخوش خوبی امشب افتادی. بگیر چی میشه. مرسی. گوش کردی؟ امشب پات فروش 500 تومن. بیا تو بینم. 3 کارت. من نیستم. فلوس 10 بود. رست. بله. فلاس. بده بیا بینم. خدا پدر میرزاست بیامرزه. اما عباس جون رولت خوب بازی کرده. یارو اصلا هیچ بویی نبرده. مواظب با چند روزی آفتابی نشی. مثلا رفتی فرنگستون جنس بیاری. من درسم روونم، اما شما نالوتیا سهم منو کم دادی. این تازه قسط اولشه. اگر چیزی برای یارو مونده باشی تا دینار آخرش مال خودمون. یالا بچه‌ها بازیمونو بکنیم. بله. چی؟ سفته هم آخاز شده؟ هیچی پول تو حساب نبود؟ لا اله الا الله. نگاه کن.
برو پیش آمیسقی 2000 تومن ازش بگی واسه من بیا. چه بدبختی گرفتار شدم. الان 1 ماهه که از این فرنگی لامصب هیچ خبری نیست. ببین مرتضی همه چوب رفاقات تو رو دارم میخورم. بابا دست خوش الحق که خیلی با معرفتی اینجوری تلافی میکنی؟ اگه من نبودم هنوز پشت چرخ خیاطی ریسه میرفتی، صاحب 10 تا کلاه و چندین و چند تا خونه و این همه پول نقد نمیشدی. فعلا که از همه دارایی فقط این کلاه واسم مونده. این دیگه تقصیر خودته. 100 دفعه بهت گفتم از همون معامله زمین پاتو بیرون نذار. خاصی عمدت و تجار بشی، با فرنگی ها معامله کنی. خاک بر سرم گردنم بشکنه. عجیبه، نه کارتی، نه نومه‌ای، نه تلگراف، هیچ. حتما کشتی ها غرق شده، ته دریا با ماهی ها معامله میکنه. کیه گل نسا؟ ببخشید روز نسا. 50 تومن پول سلمونی؟ من که فعلا یه شی پول ندارم. حالا سر پیری و معرکه گیری مثل این تازه به دورون رسیده شدی ها. برو همون رنگنهای قدیمی خود ببند. به جون مرتضی هر دفعه 50 تومن پول سلمونی از من میگیره. خب زن تو دیگه. کیه دیگه؟ تامی جون سلام. چطوری جوری؟ حالت خوبه؟ 500 تومن پول سلمونی، 10,000 تومن پول لباس. کادوی که قول دارم واسه میخرم میارم. گوشی دستت باشه جونی؟ مرتضی 500 تومن پول داری به من بدی؟ اگه تلفن معامله میکنی حاضرم. چند تاشو بخواد؟ چند میخری؟ 700 تومن. بی انصاف 5,000 تومن خودت واسم خریدی. اون وقت گذشت. خب چند تاشو بخواد؟ 3-4 تا. بردی بینم. گوشی دستت باشه جونه؟ نه تامی جون وضعم خیلی خرابه. نه به مرگ عزیزه 10,000 تومن که نمیشه. حالا بذار من کادوتو بیارم. گوشی دستت باشه. خب 4 هفته میشه 28 تا. 500 تومن گرفتی 2300 تومن میمونه. راستی این میزم 200 تومن میخرم. خیلی خوب میشه 2500 تومن. صبر کن تا برام پول بیارم. الان میارم تامی جون. حالا میارم. نمیشه. شوخی رو اومدم. سلام. تامی جون امروز رفتم واسه یه جوجه خرس خریدم. نمیدونی این روزا چقدر گرفتار بی پولم. دلم بخواد تامی جون امروز بریم گردش و هواخوری. من نمیتونم بیام. خواهرم اینا الان میان اینجا. گفتی کی میاد؟ با شوهرش میاد اینجا. شوهرش هم که میدونی چه جور آدمیه. خیلی بد شد. مرگ من راست میگی؟ آره تو بمیری الان پیداشون میشه. از تو رو اینجا ببینن خیلی بد میشه. اونم که میدونی چقدر گردن کلوفه. همون قول تشن آقاه. پس اینه بگی من رفتم تا فردا خداحافظ. قربونت برم. بادا قربونت برم. اشتاد الان قول تشنه میاد. بدون خوش نوتی که بلند در رو بدون ببین چه جای قشنگیه. بلاشو بریم پایین یه خورده هوا بکنیم. آره همینطوره. چه خوبه اینجا. بالاخره اجازه پاپاتو گرفتی؟ مگه تو اختیار خودتو نداری؟ آخه میدونی پاپا خیلی پول داره. اگه من بدون اجازه اون با تو عروسی بکنم اون وقت دیگه هیچ وقت به من پول نمیده. پاپی من که خیلی از تو خوشش اومده. اجازه داده که با تو عروسی کنم. خیلی خوشحالم. جمشید بابا این روزا خیلی تو فکره. میگه اون تاجر فرنگیه نکنه پولا رو بخوره. این حرفا چیه تو میزنی؟ من خودم ضامن اون شدم. چرا بابا تو فکره؟ در هر صورت پاپام خیلی بی پول شده.
حتی پول سلمونی مامانمو نداشت بده. چی؟ بی پول شده؟ آره بکنی خودی. واسه همینه که من فکر کردم اگه زودتر با هم عروسی کنیم بهتره. پاپام از مخارجش کم میشه. خب گفتی که پول نداره. نه به خدا دیگه هیچی نداری. قرضم زیاد داره. راستش قرضم داره. آره به جون خودت، من که به تو دروغ نمیگم. اوه میری، من خیلی کار دارم، زود باید برگردم شهر. تو که گفتی هیچ کاری نداری، میتونیم با هم بریم بگردیم. نه خیلی خیلی هم کار دارم، باید برگردم، اوقاتم هم تلخه. یالا زود برو سوارشو، میخوایم بریم. پسر اون دم در وایسه، هر کی اومد به من خبر بده. خیلی خوب، وانیستم. چشم. اومد دوستا، اومد آمیستقی اومد. آمیستقی؟ آره. من نیستم. خیلی خوب، برو جلویش. من کن میرم. واکن. سلام. اوسا نیستن، یعنی هستن، میدونی نیستن دیگه، نیستن. کجا رفته؟ میدونی کجا؟ اینجا چی؟ رفته بان. اگه اومد بیایش بگو پول چکارا حاضر کنه و علاج به جلبشو میفرستم. خیلی خوب، شما حالا بریم شما. آخه رفت. آره. الحمدلله. اصلا میدونی چیه؟ برو بیرون جلوی در تابلو بزن، امروز جمعه تعطیله. باشه میزنم، چشم میدونم. تابلو بزن. اومد. آقا مرتضی اومد. چیه؟ مرتضی اومده. خیلی خب بگو بیا تو، خودتم برو. بیا تو. بکنیم. سلام علیکم. سلام و زهر ما. باز چه خبر آوردی؟ تا حالا که همش خبرهای ناخوشی واسم آوردی. یک خبر از فرنگیه برات آوردم. آها چه خبر؟ والا کشتیش غرق شده، خودش هم تلف شده. وای چه بدبختی. یا قصه نخور، روزگار پس و بلندی زیاد داره. خیال دارم میزو ببرم، اجازه میدین؟ به این زودی؟ بله، یک هفته از پولشو گرفتی، منم فروختم، صاحبش میخواد ببره. از قضیه جلو. بله. بیا اون کاغذه رو بکن. بله. یکیشم بکن بزنی. خیلی ببخشین ها، چاره نداریم دیگه. با اجازه شما مواظب باشین زخمی نشید. برو خانم لطفاً بفرمایید و فرشه رو میخوام ببرم. شما که دیگه چیزی تو این خونه نذاشتین که فرشرم بردن. پسر اینقدر سر صدا در راه سرم باد کرد. حالا تو این گرفتاری تا واسه هنرنمایی میکنی؟ خفمون بگی. جا دفتر میز نصرته؟ بله، چه فرمایش داشتی؟ خودشون کجا هستن؟ خودشون کیه؟ آقای میز نصرت؟ بفرمایید، بنده هستم. ببخشید شما به موجب این ورقه چکای بی‌محل کشیدید؟ بی‌محل؟ دادسرا؟ نه، عوضی تشریف آوردی. من اهل این کارا نیستم. از قیافتون هم معلومه که اهل این کارا نیستید، ولی هر اعتراضی دارید بفرمایید دادسرا بگید. اینا همش پاپوشای اون مرتضی این نمک به حرومه. خب تشریف میارید یا اینکه پاسبان بیارم جلبتون کنه؟ نه تو رو خدا، پاسبان نیاد اینجا، آبرو میره، من خودم میام. بفرمایید. خب پسر برو خونه خبر بده، من میرم دادسرا. اگه شب نیومدم منتظر نباشی. بفرمایید. گلنشا خانوم. چیه؟ من همون گلنشا هستم. گلنشا خانوم، یه نکنید، یه فکری کنید. فردا میان این خونه رو حراج میکنن، دیگه این جایی نداریم بریم. حراج میکنن؟ مهری خانم میدونی چیه؟ من میگم که حسن کردی چی میگم بگم دیگه. میگم که خوبه شما یه سری به عمل آقا میوه فروش بزنید.
هرچی باشه اون مردونگی سرش میشه. راستشو بخوای هنوزم شما رو دوست داره. چند دفعه منو دید گله کرد که شما به یادش نیستی. خب دیگه چی گفت؟ نگفتم؟ تو اینقدر هم که از شفت معلومه احمق. خانم یه بلا نسبتم بگی. احمد آقا بگو. یادم رفته چی کن. خیلی از شماها گله داشت، اما خلاصه هنوز شما رو دوست داره. بریم پیشش، شاید بره ضمانت آقا رو بکنه خلاصش کنن. اون کاسه به همه میشناسنش. من دیگه روم نمیشه برم اونجا. مادر شما برو. من که هیچ وقت نمیرم. خودت برو. چشمتون که به هم بیفته کینش پاس میشه. خب برم ببینم، شاید خدا بخواد بابام کارش درست شه. این یارو ورشکست شده و رفته زندون. کدوم یارو؟ تازه به دورون رسیده. دورون رسیده کیه؟ حواست کجاست؟ میرزا نصرت پدر نامزدتو میگم. راست میگی؟ بله. اینم اعلان ورشکستگیشه. معلوم بود عاقبتش چی میشه. احمد آقا یه دو کیلو سوپ بده. هندونه پوستش نسال قیتونه. سلام. سلام. فرمایشی داشتی؟ چطور شده که این طرف ها پیداتون شده؟ الان داشتم تو روزنامه اعلان ورشکستگی پاپا جونتو میخوندم. حالا میفهمم که چقدر اشتباه کردم. تنها تو نبودی که اشتباه کردی، پاپا جون و مامان جونت هم اشتباه کردن. بس دیگه آتیش رو دلم نذار. دیگه میدونی من چقدر دوست دارم، اما پدر مادرم مقصرن که نمیذاشتن من بیام ببینم. خیلی خوب خیلی خوب، دیگه گریه نکن. هرچی بود گذشت. من از اول میدونستم که تو دختر با وفایی هستی. فعلا تو برو خونه، من میرم دنبال کار پدرت. شاید بتونم یه جوری از زندان آزادش کنم. من اگه شده خونه‌مو بفروشم به خاطر تو این کارو میکنم. چطور میشه؟ برو ناراحت نباش. مرسی، خیلی ممنون. خب چطور بود؟ خوشتون اومد؟ بد نیست، اما 80,000 تومان خیلی گرون. چی رو گرونه؟ من به پول احتیاج دارم، میخوام یکی رو از زندون در بیارم و اگه 100,000 تومان هم نمیدادم. خیلی خوب، حالا بریم یک کاری میکنی. چنین گفت تن دستم دیار که من بود والیستم برو بابا تا حوصله داری. جمیعاً خسته نباشی. میرزا استاد خسته نباشی. زهر ما رو خسته نباشی. باز تو با من حرف زدی؟ چرا دلخور شدی؟ نوبت دلخوری شما میرسه. من فقط باید یه زامه بدم از اینجا مرخص بشم. هر حالم هم تموم سرمایه من و شما ناجنسا با این جیفاری بیلو بی فامیلیان نمیدونم چه زهر ماریه از بین بردی. سخت نگیر با ما اینقدر سمن داریم که توش یا سمن ها گمه. مرد حسابی تو هم کل مردری کردی که آوردن زندون. رسمی که پول از کجا آورد؟ چرا دیگه اون نقره که ما قبلی شدو اچیا یالله برو تو بچه ها سلام. میرزا ستان اینجایی؟ بله منم اینجا. فقط جای تو خالی بود تو بزنم تو این سره. که تقصیر منه که اینقدر بهت کمک کردم. تو بمیری تو به من کمک کردی. یه بر یه بدجنس 40,000 تومان بیونه چی جو؟ بشین با حال نداری چه پولی؟ توش نزن آمیز نصرت. حالا چند سالی فرصت داری جا بشینه و با هم صحبت کنیم. بعد بهت میگم فرصت داریم که اینجا بشینه و با هم صحبت کنیم. اگه اینجا بهشتم باشه من 2 دقیقه حاضر نیستم پیش شما باشم.
جوش نزد. چاره نداری با اینو باش. بله حق با آقاست. 150,000 تومان بدهکاری شوخی نیست. ای خدا لعنت کنه تامارا رو که منو به این روز انداخت. ای بابا اینا دعواشون آوردن اینجا. پاشو عشقمونو بکنی. بلند شب بچون. جون من بلند شب هم کارشی بچون. برقصین نوبت رقص ما هم میشه. فرصت باش. بله حاضرم. یه برو آزادی. آزاد شدم. ببینم. یادم. آزاد شدی؟ خب رقصاتون تموم شد. آره. حالا نوبت رقص منه. نگاه کنی. همه شلی از زدش کرده. قرب نه من دونه با پوزش مثال قیتونه